همین حالا هر کاری میکنی رو متوقف کن. تو باید اینو بشنوی، چون چیزی که میخوام بگم شاید همان ندایی باشه که سالها ازش فرار کردی. و مطمئنم اگر این ویدیو رو تا آخر ببینی چیزی درونت بیدار میشه، یه آتش، یه آتش، یه تصمیم برای تغییر نسخه ای از خودت که مدت هاست توش گیر کردی. تصور کن اگر دنیا فقط 1 سال به تو فرصت بده تا زندگیت رو تغییر بدی، آیا بلند میشی یا دوباره همون بهانه هایی رو تکرار میکنی که سال گذشتت رو نابود کرد؟ چون حقیقت خام اینه 1 سال میتونه تو رو بشکنه و 1 سال میتونه تو رو دوباره بسازه، آنقدر که دیگر قابل تشخیص نباشی. و اگر فقط چند دقیقه فرصت داشتم تا با تمام دنیا صحبت کنم، میگفتم زندگیت در 12 ماه آینده تغییر خواهد کرد. چه آماده باشی چه نه. زمان کند نمیشه، راحتی دوستت نیست و بهانه هات آروم آروم آینده ای را میکشن که همیشه رویایی رسیدن بهش رو داشتی. اما اینکه زندگی چطور تغییر کنه اون بخش دست خودته. هر روز داری یکی از 2 مسیر نامرئی رو میری. مسیر اول همون موندن، امن، راحت، قابل پیش بینی. مسیر دوم مسیر رشد، سخت، پر از نظم اما زندگی ساز. و در اعماق وجودت میدونی خیلی وقت توی مسیر اول گیر کردی. حقیقتی که بیشتر آدما نمیخوان قبول کنن اینه که هیچ چیز در زندگی شما تغییر نخواهد کرد، فقط به این دلیل که شما امیدواری تغییر کنند. نه کتاب، نه انگیزه، نه حتی این ویدیو. فقط عملی که تو رو تغییر میده. و برای شروع نیاز به یه برنامه عظیم نداری. لازم نیست یه بار کل زندگی تو درست کنی. لازم نیست بی هراس باشی. فقط یک چیز لازمه. امروز فقط 1% بهتر بشی. چون 1% هر روز فردا شاید چیزی نشون نده، اما 1 سال بعد تو رو 36 برابر قوی‌تر، باهوشتر و منظمتر میکنه. دلیل اینکه مدام جا میزنی ساده است. داری تلاش میکنی کل زندگیت رو در 1 روز تغییر بدی. داری به کل کوه خیره میشی به جای اینکه قدم بعدی رو برداری. تغییر واقعی آهسته است، خاموشه، نامرئیه، تا روزی که مردم بهت نگاه کنن و بگن چی بهت شده. پس تصور کن اگر امروز اولین قدم کوچیک رو برداری، اگر فردا قدم بعدی رو برداری، اگر بالاخره دست از دروغ گفتن به خودت برداری، اگر این سال همون سالی باشه که به کسی تبدیل بشی که همیشه میگفتی میخوای باشی. چشمهات رو 5 دقیقه ببند، آینده خودت رو ببین. همونی که هر روز حاضر میشه، همونی که دیگه گلهایش رو نمیشکنه، همونی که بالاخره میگه این بار دیگه جا نمیزنم. و بعد شروع کن. نه هفته بعد، نه ماه بعد، نه وقتی زندگی راحت تر شد. همین امروز شروع کن. چون نمیتوانی آغاز داستانت رو تغییر بدی، اما میتوانی پایانش رو کامل بازنویسی کنی. 1 سال میتواند سرشار از تغییراتی باشد که حتی در خیالت هم نمی گنجد، اما فقط اگر همین حالا شروع کنی. اگر این پیام حتی 1% تو را جلو برد، کامنت بذار امروز شروع میکنم. و قبل از اینکه اسکرول کنی یادت باشه جرقه تحول هنوز 1 کانال کوچیکه، اما بزرگتر از 1 کاناله. هر سفر بزرگی از 0 شروع میشه و 1 روز با هم برمیگردیم و میبینیم چقدر جلو رفتیم. پس اگر حتی کمی جرقه درونت روشن شد، مشترک جرقه تحول شد. بیایید با هم رشد کنیم، آجر به آجر.